ملا یعقوب وزیر دفاع افغانستان، فرزند امیرالمؤمنین ملا محمد عمر، با اقتدارترین وزیر دفاع در 100 سال گذشته است. فعلا دشمن 50 سالم در حیبت و در پتکش می ترسد. امیرخان متقی که هندوستان رفت وزیر خارجه، در 100 سال گذشته با اقتدارترین وزیر خارجه افغانستان به خود نو دیده. دروغ نگو عزیزی فولاد، حقیقت بگو که برادر ایماندار شایی اولادیت هم سبا احترامی تکنه. بدون شک اردویی که فعلا در درون افغانستان وجود دارد، این اردو عاشقی شم و پروانه را از بین برد. پروانه یک روشنی میدید خود در میداد، مگر این اردو تاریکی و روشنی نمیگه خود سر افغانستان در میته. افغانستان در 100 سال گذشته با اقتدارترین اردو را امروز با خود دارد. من بیادر حقیقت میگم، چاپولیسی کس نیستم. ما مردم اسماعیلیه در 50 سال نه 4 سال میشه سری ما در بیستر آرام خو میکنیم. زمان جمهوریت بود، پیشتر بود، هر یک از جا سری ما جا فتوای جهاد میداد، تعرض میکرد. برادر قم گوش بگی یک با تو عزیزی فولا در وطن پرستی و در مذهب دوست داشتن یک قوم دیگر ما از خود بهتر میدانیم. او اهل هنود است. اهل هنود بله. در امثالش در آمدی برادر زدی تیکه تیکه کدی زن و اولادش سوری سیل کرد گپ نزد. در درون خانهش تو عزیز فولاد در آمدی برادر در پیش چشماش بی‌ناموسی کردی. قرآن به خدا حق است، به خدا این کار کردن با تو به زور خانهش گرفتی. حدیث تو وطن اعلام کرد، حالی اگر در امریکا هم است، در اروپا هم است، اما لنگگه که مذهبیش در سرش مسلمه ولی بیرق افغانستان در پشت سرش اتن میکنه. وای قربان شما اهلی اونودی من، هم در مذهبیت محکم هستی، هم در افغانستانی خیلی مردم. بله زمیر بلیاز خدا زلزلی طبیعی میشه بالای مرده طفل ما اتن میکنه، خنده میکنه. این تازی ها بلیاز قرآن سیلاب میایه، خانم یک مادر آب میبره، این بالای جسدش خنده میکنه. این تازی ها انسان هایی هستند که 50 دشمن 50 ساله ما طفل در تایمنی میکشه، جوانای کرکت میکشه، ولی این تازی زاده ها میگه زنده باد پنجاب. این فراموش مردم افغانستان نمیشه. این تازی ها انسان های هستن. ای زمین، این توضیح های انسان های هستن که یک پشتون در یک جای جرم بکنه میگن مکمل پشتون موتور است، در کل رسانه ها او رو بیان کنه. یک حادثه ترافیکی اگر یک پشتون بکنه بمره میگه یک پشتون مردار شد. تازی بسیار یک طایفه کثیف است. زمین خفستم از این تازی ها. تازی قدر ظالم است که هیچ اصلاح نمیشه، خاصیت دم به سگه داره. 1000 سال که تازی رو در نچه نگاه کنی، در نچه در نی که بیرون بکشی باز هم دم به سگ کشیست. نه سر مردم رحم داره، نه سر ارزش رحم داره، نه سر چیز دیگر رحم داره. فقط مثل زامبی هستن. زامبی. اگر وزارت بودیش میگه ما افغان هستم، اگر وزارت بودیش از مکه در لنگی کتر در سر، اگر نتیش میگه ما برادر عزیز ایران شهری استیم، تاجیکستانی استیم. یعنی کثیفترین طایفه ما مردم افغانستان زمیر باید تو بشناسی. تو بشناسی که یاد اهل هنود که چی کردن. کموت خانه را دزدی کردن، سیم تلفن را دزدی کردن، با از خاطر یک علیکه نفر نشانی گرفت زد دمی وقت اقتدارشون. طفل جوان در خانه مردم طفل جوان خدا پت میکرد که با شورای نظار نبی اسمشون نبرد.
به می رقم وندی های مزاری. ما وقتی که تازی میگم قوم تاجک نمیگم، تازی امی کسایی هستن که امی کارا را کردن. قوم تاجک که وطن دوست است، افغان دوست است، ارزش دوست است و برادر ماست. یک بختان دیگر که وابسته کردن، یا خو سابقه که یادت باشه آقای زمیر ما بر از اینا شر و فساد میگفت.